اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسای یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدین به این نوبت از مجموعه برنامه یاد خدا که هم یاد خدا درش جریان داره، هم یاد ولی خدا عالم آل محمد، همه تکیهگاه و پشت و پناه و کس و کارمون امام رضا جانمون سلام الله علیه. الهی که تا اینجای دهه کرامت هم به شما خوش گذشته باشه. دیگه قشنگ در آستانه ولادت حضرت ضامن آهو هستیم. خدا کنه که خبرهای خوب به همه شما دلداده های امام رضا جانمون برسه. زیارت درست درمون با معرفت خیلی زود نصیب و قسمت هممون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. سلام علیکم خدمت شما مخلص. و بینندگان خوب و صمیمی عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام دهه کرامت و در آستانه ولادت امام رضا ان شاءالله بر همه مبارک بشه. در خدمت زنده باشین. خدمت از ماست. همینجا یه قول بگیریم از اونایی که مشرف میشن حرم امام رضا، یا علی. بگیم برای ما هم نفس بزنن، برای ما هم دعا کنن ان شاءالله. یه سلام از طرف همه اهالی یاد خدا یه سلام هم بدن. آره حالا اگر قسمت شد یادتون موند دو رکعت نمازم بخونین که دیگه فبحل مورد، اما اگه نه همون یه سلام هم بدین ما رو کفایت میکنه. نه آقا ما به قول معروف خیلی بلند بالا فکر می‌کنیم تا همین حد حتی یه دعا کنم چون بس اون. آره آدمای قانعی هستیم. خب خیلی هم عالی. چی هدیه آوردین امشب؟ که امشب به ذهنم اومد چون تو جامعه من نگاه میکنم تو بحث‌های خانواده سر نکاتی هستش که گاهی غفلت میشه، گاهی نمیدونیم و این غفلت‌ها و ندونستن‌ها و آموزش ندیدن‌ها و نداشتن مهارت‌های لازم برای مدیریت خانواده گاهی باعث میشه که زندگی‌ها تلخ بشه. من میخوام سیره رضوی رو در خانواده خیلی هم عالی، خیلی هم عالی که واقعاً چقدر نکات مهمی رو امام هشتم علیه السلام فرمودن. یکی از نکات این بود که امام هشتم خیلی به ظاهر خودشون میرسیدن. خیلی حتی یعنی مؤمن باید آراسته باشه، به ظاهر خودش برسه، به ریشش، به موهاش. آراسته بودن حضرت خیلی میرسیدن. حتی یه وقتی یه کسی حضرت دید محاسنش رو حضرت رنگ کرده مشکی خیلی مرتب، به قول خودمون حالا امروزی تر گاه شما بله مثلا فرمود که چرا نه، من هم دوست دارم چون خانومم همسرم دوست داره که اینطور باشم، خدا واسه همسرم آراستم. مردانی که از زنانشون تقاضا دارن که آراسته و زیبا بچرخن، متقابل همسران و خانماشون هم توقعی دارن. یعنی دو طرفه است، هم زن هم مرد معطر باشه. حضرت رضا خیلی عطر می‌زدن. عرض شود که در یه روایت داره که بعضی از زنان بنی اسرائیل به جهت اینکه شوهراشون به ظواهر خودشون و آراستگی ظاهر خودشون نمیرسیدن به فحشا افتادن. عجب. یعنی معلوم این بیان حضرت رضا علیه السلام، معلوم میشه آراستگی مرد و آراستگی زن در واقع مدیریت هر یک از دو رکن زندگی که زن و مرد باشن بسیار بسیار مهم و مؤثره. بعد هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زن و مرد لباس هم. خیلی چیزا تو خانواده اتفاق میفته کسی نباید بدونه. البته اگه وقت کسی یه جایی تحملی کرد دیگه به قول من نقطه جوشش به اینجا رسید، خب طبیعتا از طریق مشاور میتونه ورود پیدا کنه و بالاخره مشکل رو حل کنه. ولی تا جایی که میسره آدم آبروداری کنه. من این نکته رو همیشه تو جلسات عرض میکنم. آدم مؤمن هیچ وقت بدگویی همسرشو چه مرد چه زن پیش کسی نمیکنه، مگر یه شرایط حادی باشه از باب اینکه به قول اراحت و طریق بخوام بگیرم. بالاخره همه ما که همه‌مون معصوم نیستیم. 14 نفر معصوم بودن. بعضیا نمرشون 1975 از 20، بعضیا نمرشون مثل من 7، شاید کمتر از 7 باشه. بعد قدر مشترک بگیری، یعنی نقاط قوت رو ببینی، نقاط ضعف هم ببینی، نسبت به اون نمره بدی. همینطور. بدگویی همسر، بدگویی بچه، بعد این اتفاق باعث میشه دیگری به خودش اجازه بده وارد حیات خلوت زندگی ما بشه. وقتی که نمیشه جمعش کرد و خیلی بده این کار. خیلی. بله امام رضا علیه السلام یه جمله‌ای دارن، فرمودن ما افاد عبد فائدة خیرا من زوجة صالحة. به بنده فایده عظیمتر و بالاتر و بهتر از همسر صالح نمیرسه. خیلی مهمه. اذا رآها
سرته، وقتی که خانومشو میبینه شاد بشه، خانوم وقتی شوهرشو میبینه شاد بشه، آرامش تو زندگی باشه. و اذا غاب عنها حفظته فی نفسها و ماله، وقتی شوهر تو خونه نیست خودشو حفظ کنه و مال شوهرشو حفظ کنه، بالعکسش هم همینجور هست. این خیلی مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی وقتی رضوان الله تعالی علیه وقتی خانمش فوت کرد خیلی گریه میکرد. گفتن مثلا شما حضرت آیت الله علامه طباطبایی صاحب المیزان، اون کسی که شهید مطهری فرمودن که بعد 100 سال میفهمن تازه علامه بسیار طباطبایی کی بوده، چه تفسیری رو نوشته. زشت حاج آقا برای شما مثلا گریه میکنید. ایشون فرمود شما چه میگید؟ من نوشتن المیزان و مدیون خانومم هستم. عجب. من تا سالیان سال شبای ماه رمضان تا صبح بیدار بودم، مشغول تحقیق و نوشتن این کتاب بودم. ایشون آروم میاد در رو باز میکرد، چای میبر و میگذاشت و میرفت. با من گاهی صحبت هم نمیکرد با اینکه رشته افکار من گسسته نشه. و اگر من امروز شدم علامه طباطبایی مدیون همسرم هستم. این پشت هر مرد موفق. بله، بالعکسش هم همینه. پشت زن هر زن موفقی مرد همراه، پشتیبان هم دل، و اصلا اینکه میگن همسر همسر بوده، همسر، راست میگی، همسر همراه هم هستن. لذا خیلی مهمه. حضرت فرمودن صاحب النعمه، اینو واسه ما مردا گفتن، کسی که خدا بهش بالاخره مکنتی داده، معمولا آقایون بیشتر کار میکنن بیرون برای تأمین معاش. حضرت یجب ان یوسع علی عیاله، واجبه که تا جایی که میتونن وسعت بدن به زندگی زن و بچه‌شون، ناخون خشک نباشن. آره، بعضی خانوم اومده بود پیش من میگفت که حاج آقا من از همسرم مثلا 10,000 تومان میخوام، باید کل التماس کنم، حالا 10,000 تومان پول 1/3 قوطی نوشابه است، یه بطری نوشابه است. این خب این خیلی بده. واسه کی جمع کردی؟ واسه کجا؟ اصلا بد نیست که مرد نسبت به همسرش پول ماهانه‌ای بده، ازش هم حساب کتاب نخواد. آقا این تومان این مال تو، حالا 100,000 تومان باشه، 500,000 تومان، هر میزانی که میتونه. این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. بعد یه جمله امام رضا داره خیلی عجیبه. فرمود که ینبغی للرجل ان یوسع علی عیاله، سزاواره که مردای تکونی در وسعت بالاخره زندگی به زن و بچه‌شون بدن. جمله بعدش خیلی عجیبه، روایت که میخونم در من لا یحضر جلد 2 صفحه 68، لعلا یتمنوا موته، که خدای نه که اگه تنگ بگیره به زن و بچه، زیغ بگیره وضع زندگی، با اینکه داره و این کارو نکنه، زن و بچهش تقاضای مرگ او رو دارن. عجب. لعلا یتمنوا موته، نکنه به جایی برسه که مثلا دیگران از ترس به من شما ادب کنن، وقتی بریم بگن آقا میخوام سر به تنش نباشه. یعنی اگر اینجوری بگن چیز غیر طبیعی و بیراهی نگفتن. بله، یعنی حضرت اینجوری آدم برداشت میکنه. حضرت میخواد بفهمه که اگر کسی داره صاحب مکنته، بیجا سخت نگیره بر زن و بچه که بگن که خدا بره دیگه اصلا بر نگه، چه زندگی ما داریم. معلوم میشه که خلاصه گاهی به اینجا هم میرسه. بعضی اصلا خست دارن، آقا خست نفس دارن. بله. حالا خست نفس بده، سخاوت بیدر و پیکر هم بده. خیر الامور اوسطها، آدم معتدل باشه. خیلی خوب، دست شما در نکنه. تا اینجا نگه داریم، یه فاصله بگیریم، برگردیم و بشنویم و حظ ببریم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. محبت و مهربانی با مردم نیمی از خرد است. با مردم اهل خانه و خانواده که دیگه بماند. این نکته و مطلب هم که عرض کردم از حضرت رضا جان سلام الله علیه بود. حاج آقا جون، توی این فاصله که بریم و برگردیم، یکی از این تصویرالعلوم آقای قصابیان عزیز گفتن آقا شما دهک 10 این لابد، ما 6یم. این که میگین ماهانه یه چیزی رو اختصاص بدیم، هر ماه بدیم به همسرمون، نمیدونم وسعت داشته باشه، روزی باشه و اینا،
چیه ما ماجرا؟ حالا یه طنزی هم بگیم دیگه، برای ما الحمدلله ماهانه همینجوری میرسه دیگه، دلتون بسوزه. بابا هممون یه جور هستیم، ما هم مثل شما. خدا انشالله که همه رو ببره بالای دهک دهم انشالله. الهی آمین. انشالله وضع زندگی مردم بهتر بشه. آره هیچ کس واقعا از این نیازها اصلا نداشته باشه. خدا وکیلی اصلا هیچ کس نیاز به دهک نمیدونم بالا و پایین یارانه میگن یا یارانه رایانه، یارانه باید داشته باشی که بتونی رایانه تهیه کنی. احسن خدا انشالله که دلتون شاد کنه انشالله. مخلص شما. خود مزاح هم قشنگه. آره گفتیم یه فضای تلطیف بشه. دست آقای قصابیان درد نکنه. خدا خیرتون بده. دست همه برای بچهای خونگرم پشت صحنه یاد خدام درد نکنه. خدا خیر. ان شاء الله هر کی هر چی از امام رضا میخواد خدا بهش بده. بچهای توی استودیو، بیرون استودیو، رژی، یه روایت بخونم کوچولو تلویزیونن. بفرمایید. الهام. چون عزیزمون فرمودن یاد این روایت افتادم. ان شاء الله مسعودین بیشتر به این یه روایت بیشتر توجه کنن. این روایت از امام معصوم در فروع کافی مرحوم کلینی. دیگه نمیدونم یه آدم معمولی نگفته، امام معصوم گفته که کلامکم نور. معتبر رو عرض شود که فرمودن لولا الخبز، اگر اقتصاد مردم درست نشه، جایگاه اقتصاد تو جامعه برای عامه مردم اون جایگاه درست نباشه، 3 تا اتفاق میفته. البته نمیخوایم بگیم اگر اقتصاد درست نبود حتما دلیلش همین است و دلایل دیگه نیست، ولی میتونه این 3 تا اقتضای این 3 تا باشه. و اولش اینی که فرمودن اگه اقتصاد جایگاه خودش رو نداشته باشه، ما صلینا، آمارای نمازخونا کم میشه، و ما صمنا، آمار روزه بگیرا کم میشه، و ما ادینا شیئا من الفرائض، کسانی که اهتمام به انجام واجبات شرعی دارن آمارشون میاد پایین. طرف گرفتاره، دردمنده، دختر دم وقت داره، پسر تحصیل کرده داره، با 7-8 تومن حالا یه خودی کمتر. چه جوری واقعا سخت. حالا میخوام بگم بخشی از مشکلات زندگی خلق الله تو این زمان بحث اقتصادی و معاشه. بخش اهمش مهمه. بله خیلی از خانواده الان متاسفانه به خاطر همین بخشای مالی گرفتاره، بالاخره تنش و در نهایت جدایی و خدای نکرده خلاصه مسائل طلاق و اینا هستن. و واقعا باید یه فکری بشه. این دولت هم زحمت میکشه، ولی واقع مطلب من که تو متن مردم هستم، تو بدنه مردم هستیم، چون خودمون میریم خرید، خودمون میایم، نه به قول من محافظی داریم، نه کسی نه چیزی، ولی تو متن مردم هستیم. واقعا مردم هنوز تو سفرهشون حس نکردن اتفاق تازه افتاده، علی‌رغم که زحمت هم دارن میکشن. بله خود آقای رئیس جمهور محترم هم اذعان کردن چند پیش که صحبت میکردن، اما فرمودن با توجه به نشانه ها و تلاش هایی که داره صورت میگیره ما با آینده امیدواریم، ما هم اعتماد داریم. ما هم اعتماد داریم ان شاء الله بشود. ان شاء الله الهی. اینم با مدیون فرمایش دوست عزیزمون هست. خدمت امام رضا و خانواده. بله عرض شود که یکی از چیزهایی که امام هشتم علیه السلام خیلی تأکید داشتن بحث صداقت تو زندگی. رکن زندگی صداقت. یه روایت دیدم آدم دروغگو و آدم مرده علی السویه است، یکسانه. بعد حضرت میفهمه همچنانی که با آدم میت نمیشه اعتماد کرد، چون مرده است دیگه، با آدم دروغگو هم نمیشه اعتماد کرد. یعنی اون جسمش مرده است، این روحش مرده است. دروغ وای از اونایی که دروغ میگن و صداقت ندارن. صداقت رکن رکین زندگی. من راجع به حضرت زهرا علیها السلام دیدم که عرض کرد که یا ابوالحسن، از وقتی با شما ازدواج کردم ما وجدتنی کاذبة ولا خائنة، یه دروغ به شما نگفتم، یه خیانت به شما نکردم. وقتی قرآن رو میبینیم تو سوره مبارکه مریم میفرماد که واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. ابراهیم رو یاد کن، چرا که صدیق بوده و پیغمبر بوده. صدیق به کسی میگن که دلش، حرفش، عملش یکی باشه. دو دوزه بازی و بازی کردن و نقش بازی کردن و آخه بعضی هستن حزب وادی هستن، هر طرف ببونه همون رنگ میشه. اینا خیلی آدمای فرومایه‌ای هستن. آدم مرد باشه. به قول اون بنده خدایی میگفت
خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی میفرمود کربلا اینایی که امام حسین یاری کردن بیشترشون بابا شملا و لوتیا بودن، مشتیا بودن، متدینا و مقدسا. به زبان طنز میفرمود استخاره کردن برای امام حسین یاری کنن، بد اومد. لوتیا میگفتن به موی این سیبیلم ناموستو به ما بسپر و میسپردن و واقعا امانتداری هم میکرد. الان قسم خدا و پیغمبر و آسمون و زمین رو ریسمون میکنه و همه رو به هم میدوزه، بازم میبینی که ایداد بیداد تو زرد عذاب در اومد. خیلی بده. این صداقت اگر تو زندگی باشه موجب اعتماد، پنهانکاری تو زندگی نباید باشه. فرمودن النجات فی الصدق. بله. اون وقت یک روایتی داره که هیچ پیغمبری به پیغمبری نرسید مگر اینکه صفت صدق درش بود. در یه روایت دیگه دیدم، حالا تو جلسات بعدی اگر عمری شد عرض میکنم، امام هشتم علیه السلام فرمودن که یا عبدالعظیم ابلغ اولیایی ان السلام، سلام منو به شیعیانم به دوستانم برسون و بهشون چند تا تاکید کن. یه تاکید اینه که و مرهم به صدق، سفارش به صداقت، راستی. آقا حرف داری بیا خود من بزن، چقدر بده این زیرا به اونو میزنه اون زیرا به اونو. آقا چرا من باید بفهمم؟ اونی که اول از همه باید بفهمه آخر از همه میفهمه، تازه از زبون بقیه میفهمه. این که خیلی بده، که این که خیلی بده. آقا حرف داری بیا خود من بگو. من یه جمله از حضرت امیر علیه السلام دیدم به جناب مالک اشتر، فرمودن مالک به عنوان کارگزار نظام اسلامی به مردم قول الکی نده. وقتی قول میدی مردم قول تو رو پیگیری میکنن. اگر عمل کردی اعتماد مردم به پایه‌های نظام اسلامی بیشتر میشه و اگر عمل نکردی اعتماد مردم کم میشه. و اگر یه جا قولی دادی دیدی نمیتونی، یه چیزایی از پیش تعیین نشده بود غیر مترقب پیش اومد، بیا با مردم شفاف حرف بزن، بگو قول دادیم این کار رو کنیم، این تعداد نمیتونیم، این تعداد میتونیم. شفاف حرف بزن. این خیلی مهمه، چون مردم میفهمن. زن و بچه وقتی بفهمن طرف صداقت داره خدا هم اثر میده دیگه. قدیما میگفتم مثلا طرف بچه چاخان میگفت، دروغ میگفت، بابای مامانه بهش میگفت تو چشای من نگاه کن. واقعا وقتی تو چش طرف نگاه میکنی میفهمی که این اهل صداقته یا خدایی نکرده عدم صداقته. خدا توفیقش به همان بده. الهی آمین، الهی آمین. خدا خیرتون بده. خیلی استفاده کردیم. دست شما درد نکنه. زنده باشید عزیزید. اجر شما با حضرت رضا سلام الله. ان شاء الله اجر هممون. خدا شما رو همه بینندگان رو سلامت بداره. یه نکته کوچولو بگم، اگر زن و شوهری با هم مشکل دارن، اگر میتونن با هم صدق و صفا داشته باشن، ایام قشنگی ان شاء الله. خدا خیرتون بده. خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. فردا یک شنبه است. نماز یک شنبه های ذوالقعده رو فراموش نکنید. 2 تا دو رکعتی فوق العاده آثار و برکات زیادی داره که شما بهتر از من و واردترین، من فقط من باب یادآوری عرض کردم. یه جمله بگم با شما خداحافظی بکنم. حرف من حرف دلای بی کسه. یه امام رضا دارم واسم بسه.